ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори чорум. در آخر از تمام دانشمندان ارجمندی که از آثارشان در تألیف این کتاب فراوان استفاده شد، به خاطر قدردانی از سهم و خدمت آنها در تحقیق و تبلیغ زبان تاجیکی و فرهنگ ملت تاجیک اظهار سپاس می نماییم. چهارم، هدف اساسی ما آن است که خوانندگان مخصوصاً نسل جوان ما آگاه باشند که نیاکان آنها صرف نظر از ناملایمتی و نامهربانی های تاریخ تا چه حد در حفظ وطن و مقدسات ملی مخصوصاً زبان مادری خویش کوشش به خرج داده برای ما زبان توانایی را یک جا با چنین آثار ارزشمند ادبی و تاریخی به میراث گذاشتند. اکنون وظیفه وارثان این زبان آن است که این کاخ محتشم را از گزند باد و باران زمان جهانی شوی نگه داشته تا جایی توان آن را با غناوتی بیشتر به نسل‌های آینده به میراث گذارند. باب یکم. دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی، فصل یکم، مردم آریایی و زبان آنها. زبان تاجیکی در طول تاریخ چند هزار ساله خویش با وجود آن همه برخورد و رویارویی با چندین زبانهای توانای دنیا چهره اصلی خود را نگاه داشته است که این دلیل توانایی بنیادی این شاخه زبان آریایی از دوران باستان تا امروز می باشد. در زبانشناسی جهان اصطلاح آریایی همچون نام اتنیکی و نام زبان مردمان هند و ایرانی بر پایه مقام و معنای واقعی تاریخی آن مورد قبول و استفاده عموم قرار گرفته است. چنان که در علم خاورشناسی جهان ثابت شده است، اصطلاح آریایی در معنای علمی نسبت به نام زبان مشترک آریایی های ایرانی و آریایی های هندی اصلاً معادل اصطلاح کنونی هند و ایرانی می باشد. بعداً برای تفاوت گذاشتن میان شاخه ایرانی و هندی، برای شاخه هندی اصطلاح هند و آریایی استفاده گردید که آن به همه زبانها و لهجه های هندی دارای یک منبع مشترک ارتباط دارد. آشنایی دانشمندان اروپایی به زبان سانسکریت هندی باستان در نیمه دوم عصر 17 و دریافت مشترکات و هماهنگی های این زبان با چند از زبانهای اروپایی در مرکزهای علمی اروپا و خصوص آلمان مسئله ضرورت آموزش مقایسوی و تاریخی زبانها را پیش آورد. زبانهای هندو ایرانی و آریایی
به خانواده زبانهای هند و اروپایی شامل بوده، یک شاخه مهم و تاریخی این خانواده را تشکیل می‌دهد. زبانهای هند و ایرانی دارای آثار بی سابقه تاریخی می باشند که آن نخست در شکل شفاهی و بعداً در شکل بسیار کهنی نوشتاری طی هزار سالها ادامه داشت. امروز این آثار همچون شاهد عینی از گذشته های دوری تاریخ مردمان آریایی نژاد به میراث مانده است. زبانهای هند و ایرانی با داشتن منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان مشترک هند و اروپایی در میان دیگر زبانهای هند و اروپایی دارای مرتبه و مقام خاص می باشند که این را پژوهش‌های علمی زبانشناسی هند و اروپایی و مقایسوی و تاریخی در اساس دلیل‌های علمی به خوبی ثابت ساخته‌اند. ما در اثرهای خود تاجیکان در مسیر تاریخ در 4 کتاب نگاه به تاریخ و تمدن آریایی و آریایی ها و شناخت تمدن آریایی درباره مردم آریایی، فرهنگ و تمدن و زبان آنها، سرگذشت نیم افسانوی و واقعی آنها و بسیاری از مسئله های دیگری مربوط به آریایی ها در اساس تحلیل و پژوهش های دانشمندان خارجی و داخلی فکر و ملاحظه و اندیشه های خود را بیان کرده بودیم. ولی از آن دوره مدت سپری شده است و دانشمندان درباره مردم آریایی و تاریخ و تمدن آنها در چند سال اخیر ملاحظه های نو و جالب پیشنهاد کردند که به طور فشرده در این باره توقف خواهیم کرد. ملت تاجیک از نقطه نظر تباری و ارثیت زبانی مربوط به شاخه قوم‌های هند و آلمان، هند و گرمن و یا به اصطلاح دیگر مربوط شاخه هند و اروپایی است که از نیم جزیره هند تا اروپا گسترش دارد. اصطلاح هند و آلمان را نخستین بار خاورشناس معروف آلمانی هنریخ یولیوس کلاپرات در کتابش با نام آسیای کثیرالزبان سال 1823 به کار برد. اصطلاح هند و اروپایی را زبانشناس معروف آلمانی فرانس بوپ معمول ساخت. این اصطلاح بعداً از طرف دانشمندان خارج از حوزه زبان آلمانی اقتباس شد که تا حال به کار می رود. اولین کسی که به ارتباط زبانی و خویشاوندی این قوم ها پی برد دانشمند انگلیس ویلیامز جونز بود و نظریه خویش را در سال 1786 در جامعه آسیای کلکوتا در هند ابراز داشت و نشان داد که زبانهای مثل سانسکریت، یونانی، لاتینی، گاتی، کلتی و اوستایی زندی با هم قرابت دارد. اما کسی که این کشف بزرگ را روی اساسهای عملی استوار کرد دانشمند آلمانی فرانس بوپ بود که اثر 6 جلده او به زبانهای انگلیسی و فرانسوی هم
ترجمه شد. در مورد اینکه جایگاه اصلی اقوام هند و اروپایی کجا بود که شاید نتوانیم دقیقاً تعیین کرد، از کدام زمان آغاز شد، از کجا به کجا مهاجرت کرده، چگونه به دسته‌های مختلف تقسیم شده و چه نوع تمدن‌ها را به وجود آوردند، نظریه‌های مختلف بیان شده است. ولی به طور عموم از این نظریه‌ها که گاهی بعضی از آنها تمایل‌های سیاسی هم داشتند، 4 نظریه اساسی را جدا کردن ممکن است. یکم، سرزمین اولیه قوم‌های هند و اروپایی در قسمت اروپای غربی بود. یک گروه آنها بعداً از اروپا به سوی شرق مهاجرت کرده در آسیا با قوم‌های بومی اینجا آمیخته شدند. بر اثر این طرز جهانبینیشان انحراف پیدا کرد و به دین‌های بیگانه مثلا به دین بودایی گرویدند. دوم، نظریه سیلاب بحر سیاه و مهاجرت این قوم‌ها به طرف شرق و غرب، نظریه تمدن قرغانی و نظریه ارمنستان به حیث سرزمین اولیه قوم‌های هند و آلمانی. سیوم، سرزمین اولیه قوم‌های هند و اروپایی نواحی جنوب سیبیر و اورال بوده. آنها از آنجا به طرف غرب یعنی به سوی اروپا و به طرف شرق یعنی به طرف آسیای میانه و از آنجا به جنوب به طرف هند و ایران امروزه سرازیر شدند. این نظریه مورد پذیرش بیشتری دانشمندان جهان است و بر پایه بازیافت‌های باستانشناسی استوار است. چهارم، آریایی‌ها در هند مردم بومی این نیم جزیره می باشند که جایگاه اصلیشان مهارشتها بود. هویت هندی ها از همان آوان تشکر تمدن‌ها بر پایه فرهنگ و دین ویدایی به حیث دین بومی استوار است. آنها از شمال غرب وارد این سرزمین نشدند و مهاجرین بیگانه نمی باشند. عده‌ای از آریایی های هند بعداً به سوی غرب مهاجرت کرده و در آنجا مسکن گزیدند. اگر ما از نظریه های در بالا ذکر شده شماره 1 و 2 که بیشتر بر گمان و فرضیه ها اساس یافته‌اند صرف نظر کنیم، پس واقعاً در برابر 2 نظریه به هم ضد شماره های 3 و 4 قرار داریم که آنها را نظریه تهاجم آریایی ها به هند، ب نظریه مهاجرت آریایی ها از هند به طرف غرب می نامند. به نظر ما نظریه مهاجرت آریایی ها به هند که بعضی آن را تهاجم آریایی ها نیز می نامند دقیق تر و علمی تر است و به همین دلیل آن را باید همچون اساس پذیرفت. این نظریه بر زمینه تحلیل و ارزیابی متن‌های ویدا و اویستا به میان آمده است. در برابر این سرچشمه‌های دیگری چون آثار ایلمی، بابلی، آشوری، مصری، میتانی، یونانی و رومی هم تا اندازه درستی این نظریه را تأیید می کنند. اما به صورت کلی نتیجه های این پژوهش ها نمی تواند کاملا قانع کننده باشد. بنابراین
در پهلوی سرچشمه‌های ادبی از علم باستانشناسی نیز باید استفاده کرد. از پژوهش‌های باستانشناسی که تا حال صورت گرفته است معلوم می شود که نیاگان ما در روزگار قدیم زندگی غیر مقیمی داشتند و بخش از تمدن بزرگی بودند که دانشمندان آن را گروه تمدن اندرونف می نامند که به دوره برنجی مربوط است. این تمدن حداقل در نیمه اول هزاره دوم پیش از میلاد از جنوب سیبیر تا آسیای میانه وجود داشت. حدود جغرافی آن از شمال بحر کاسپی تا دریای ینیسی در سیبیر شرقی در شمال مغولستان وسعت داشت. این تمدن که از نظر زبانی به گروه زبانی ما قبل هند و ایرانی داخل می شود، بنابر فراخنایی بزرگ جغرافی بعداً به گروه های منطقوی خردتر تقسیم شد، اما همه آنها دارای خصوصیت های مهم فرهنگی مشترک بودند. یکی از این گروه ها اجداد ما هستند که به خاطر ویژگی های فرهنگیشان آن را تمدن مجموعه باستانشناسی باختر مرگئن نمی نامند. سرزمین زیست این گروه از جنوب شرق بحر کاسپی تا منطقه پامیر وسعت داشت. موجودیت آنها در این سرزمین حدود 2200 و 1700 سال پیش از میلاد تخمین شده با تمدن‌های عالمی و تمدن دولت میانه در مصر همزمان است. ما برای اثبات این عقیده در حوزه خویش به کافت و کاوی باستانشناسی بیشتر نیاز داریم. اما آنچه را که به یقین می توان گفت این است که قوم‌های هند و اروپایی که در چراگاه‌های آسیای میانه میزیستند در آغاز مهاجرت خویش به دو شاخه شرقی هند و ایرانی و غربی دسته اروپا تقسیم شدند. از آثار ایشان دو عنصر را می توان بی شک و شبهه تشخیص داد. یکم، زبانهای ایشان در اساس قاعده های زبانشناسی با هم خویشاوندند و مربوط به زبانهای هند و اروپایی می باشند. دوم، از نقطه نظر خویشاوندی گروه‌های شاخه شرقی خویش را آریایی می نامیدند که این از آثار ادبی ایشان هویداست. این اقوام آریایی شرقی بعد از آن که یک مدتی در سرزمین باختر سکونت داشتند در هزاره دوم پیش از میلاد به دو گروه هندی و ایرانی تقسیم شدند. گروه هندی با موجهای پیاپی از کوهساران هندوکوش گذشته به مناطق شمال غرب هند سرازیر شدند و در آنجا با بقایای تمدن هرپی حدود 2500 پیش پیش از میلاد برخوردند. زبان گروه هندی ویدایی بود و به همین زبان خود را آریه به معنای شریف می خواندند. تاریخ مهاجرت شاخه ایرانی قوم آریایی که خود را به لهجه خویش آریه می خواندند بعدتر، یعنی در قرن 11 تا 10 پیش از میلاد صورت گرفته است. زبانهای این مردم زبانهای ایرانی نامیده شده است. یکی از مهمترین دلایل ردناپذیر در مورد تاریخ و پیوند نژادی مردمان آریایی
و یا به اصطلاح دیگر هندو ایرانی عمومیت و شباهت و همگونی های زبانی مردمان آریایی ایرانی و آریایی هندی محسوب می شوند. مشترکات زبانی یک جا با مشترکات سنتی و دینی و فرهنگی این مردم از مقایسه میراث بی‌نظیر آنها در مثال اوستا و ویدا برمی آید. این دو یادگار ارزشمند با داشتن منبع مشترک از آفریده های میراث فرهنگی هر کدام از این مردمان هم نژاد به شمار می روند. بر اساس پژوهش‌های طولانی و فراگیر در بخش اوستا و ویدا از راه مقایسه مشخصات زبانی این آثار همه آن خصوصیت‌های آوایی، دستوری و لغوی زبان‌های ایرانی باستان و هندی باستان و در مجموع خصوصیت‌های زبانی مشترک هندو ایرانی در هزار سالهای پیش از میلاد به طور دقیق تحقیق، تشخیص و آشکار گردیدند. نتیجه پژوهش‌های طولانی دانشمندان جهان از راه تحقیقات مقایسوی تاریخی چگونگی رابطه‌های زبانی مردمان آریایی را از زمان سکونت مشترک آنها تا به بعد به طور دقیق معین می نماید. از مقایسه زبان اوستا و ویدا یک نکته بسیار مهم تأیید می گردد که آن معاشرت آزاد این مردمان در زمان سکونت طولانی آنها در یک سرزمین تا به زمان مهاجرت به سرزمین های کنونی اقامتشان می باشد. قبیله های دیگری آریایی نژاد سکایی از آسیای میانه و یا ناحیه های هممرزی به اصطلاح امروزی قزاقستان به ترکستان شرقی مهاجرت نمودند. این مردمان از خود آثار خطی فراوانی در این سرزمین به یادگار گذاشتند که آن با نام متن‌های سکایی خوتنی معروف است. نام آریا تنها در آثار خطی مردمان هندو ایرانی ذکر شده است و تنها این مردمان خود را آریایی خواندند. در اوستا ایریا، ویدا آریا، در کتیبه های زمانی هخامنشیان آریا، در زبان مشترکی هندو ایرانی آریا. این نام نژادی برای مردمان همتبار آسیایی ایرانی و هندی و یا در مجموع هندو ایرانی به طور مشترک به کار رفته است. از این شاهدی تاریخی ثابت می گردد که هخامنشیان نژاد و زبانشان را آریایی خوانده اند و آن را به همه مردمان کشورهای مطیع شاهنشاهی هخامنشی و زبانهای بابلی، ایلمی و آرامی نیز اعلام داشتند و به سرزمین‌های گوناگون نیز فرستادند. نوشته داریوش در مورد نژاد وی در این کتیبه ها نه تنها برای آن زمان بلکه برای آیندگان و همه نسل های تاریخی بشری همچون شاهد عینی از عمق قرنها تا به روزگار ما به یادگار مانده برهانی قاطع درباره منسوبیت این مردمان و شناختی آنها می باشد.
مردمان دیگری آریایی غربی مادها که قبل از هخامنشیان حکومت می کردند نیز مثل هخامنشیان نژاد خود را آریایی می گفتند. چون از زمان مادها و زبان مردمان ماد هیچ گونه آثار خطی محفوظ نیست، از این رو به دلیل‌های دیگری تاریخ می توان مراجعت کرد. در یک متن بابوری کتیبه داریوش در تخت جمشید، پرسپولیس دانشمندان عباره‌های پارس و ماد و کشورهای دیگر زبانها را خوانده و به این نتیجه رسیدند که مطلب از آوردن پارس و ماد در این نوشته به آن معنی است که این مردمان یعنی پارس ها و ماد ها زبان همدیگر را خوب درک می کردند. همچنین بر اساس نوشته هرودوت در آن دوران همگان آنها را مادها را آریایی شکل یونانی آریایی می خواندند. مشترکات و شباهت نزدیکی زبان مادها همچون لهجه شمالی غربی و زبان پارس ها فارسی باستان همچون لهجه جنوبی غربی از نخست زبان آریایی غربی و ایرانی باستانی گروه غربی امروز از تحقیق و مقایسه اقتباس ها از زبان مادها در آثار فارسی باستان و دیگر زبانهای غیر ایرانی زمان هخامنشیان ثابت گردیده است. تفاوت‌های آشکار گردیده در این زبانها تفاوت‌های لهجوی بوده. این عامل دلیل پیوند نزدیکی این قوم‌های آریایی غربی در آن دوران می باشد. بنابر نوشته تاریخ نویسان یونانی، چندی از قبیله ها و مردمان دیگری آریایی غربی با نام آریا یاد می شدند. این نام ها در آثار تاریخ نویسان از جمله هرودوت، آریان، پتولمی، استرابون و دیگران در صوتیات و برگردان یونانی معلومند. از جمله اریاسپ از آریاسپ دارنده اسب‌های آریایی، نام مردمان آریایی ایرانی که در کنار رود هلمند در افغانستان کنونی سکونت داشتند. آریاکی از ایرانی آریاک یعنی آریاییان، نام قبیله های آریایی ساکن در پایاناب سیردریا و غیره. یک نکته را باید تذکر داد که در سرزمین آریایی های شرقی آریانا، آسیای میانه و افغانستانی کنونی، همچنین شرق ایران امروزه، مردمان شرقی آریایی نیز در دوران مادها و هخامنشیان همانا خود را به نام نژاد آریایی یاد می کردند. شما گفتاری چهارم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.